رابطه، ببینین، عشق سالم میخواد. عشق سالم هم رو 3 پایه هستش. پایه اول میتونه صمیمیت، پایه دوم تعهد، پایه سوم اشتیاق، که هر کدوم اینا جز به جزم تقسیم میشه. حالا اگر فقط اشتیاق باشه، شما فکر کنین این رابطه فقط هیجانیه، همین. حالا اگر رابطه اون صمیمیت باشه و بدون اشتیاق باشه، رابطه مثل دوستی هستش، رابطه دوستی. حالا اگر رابطه فقط روی تعهد باشه، میتونیم بگیم که این رابطه خشکه. پس ببینید هر 3 لازمه. حالا شما بگین که رابطه‌تون به چه صورته، کدومو نداره و کدوم رو، یا هر 3 رو داره.